در میان دود و آتش نبرد، جایی که تانک‌ها با قدرت پیشروی می‌کنند، سکوت میدان برای لحظه‌ای شکسته می‌شود. در این لحظه پرتابه‌ای از سطح زمین به آسمان شلیک می‌شود. نه از یک سامانه پیشرفته، بلکه از دوش یک سرباز پیاده نظام. این موشک جاولین FGM نام دارد. سلاحی پیشرفته که برای مقابله با تانک‌ها و آسیب زدن به توان زرهی دشمن طراحی شده است. موشک ضد زره جاولین نخستین بار در سال 1996 وارد سامانه تسلیحاتی ارتش ایالات متحده شد و به سرعت جای خود را به عنوان جایگزینی برای موشک‌های قدیمی‌تر باز کرد. بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در طراحی این سلاح نقطه عطفی در ارتقای توانمندی نیروهای پیاده نظام برای مقابله با اهداف زرهی به شمار می‌رود. یکی از مهمترین قابلیت‌های جاولین سیستم شلیک کن و فراموش کن است. به این معنا که پس از قفل شدن روی هدف نیازی به هدایت مستمر ندارد. این ویژگی به سرباز اجازه می‌دهد بلافاصله پس از شلیک موضع خود را تغییر دهد و درگیری را با کمترین خطر پشت سر بگذارد. مسیر پرواز قوسدار این موشک آن را قادر می‌سازد تا از بالا به هدف اصابت کند، دقیقاً به ناحیه‌ای که معمولاً زره تانک‌ها ضعیف‌ترین پوشش را دارد. این روش حمله از بالا تاثیرگذاری آن را به ویژه در برابر خودروهای زرهی سنگین افزایش می‌دهد. جاولین به سامانه تصویربرداری حرارتی مجهز است که امکان هدفگیری دقیق حتی در شرایط دید محدود مانند شب یا هوای مه‌آلود را فراهم می‌سازد. با وجود توان بالا، این موشک به گونه‌ای طراحی شده که تنها با 2 نفر قابل حمل و استفاده است، بدون نیاز به تجهیزات پشتیبانی حجیم یا سکوی پرتاب ثابت. برد مؤثر آن از 75 متر تا حدود 2500 متر متغیر است و در این فاصله می‌تواند تا 800 میلیمتری زره را با دقت بالا نفوذ کند. هدفی که آن را به یکی از مؤثرترین ابزارهای ضد تانک قرن تبدیل کرده است. با آغاز تهاجم روسیه در فوریه 2022، آمریکا و متحدان غربی هزاران فروند جاولین را در اختیار نیروهای اوکراینی قرار داد و در هفته‌های ابتدایی ویدیوها و تصاویر متعددی از تانک‌های سوخته روسی در حومه کیف و خارکیف منتشر شد. اکثرشان با جاولین هدف قرار گرفته شده بودند. اما موفقیت جاولین مطلق نبود. با گذشت زمان نیروهای روسی تاکتیک‌هایی مثل استفاده از قفس‌های ضد گلوله، پوشش‌های ضد حرارتی یا پرتاب نارنجک‌های دودزا را برای جلوگیری از قفل جاولین اتخاذ کردند. همچنین در مناطق باز و مسطح نبود پوشش طبیعی کار تیم‌های پیاده نظام اوکراینی را سخت‌تر کرد. در مجموع جاولین در فاز اولیه جنگ به شدت موفق، اما در ادامه تأثیر آن کاهش یافت، نه به خاطر ضعف سلاح بلکه به خاطر تطبیق تاکتیک دشمن. موشک جاولین نماد نوعی نبرد نامتقارن است، جایی که یک سرباز پیاده میتواند در برابر یک تانک سنگین قرار بگیرد. در برخی شرایط تنها یک شلیک دقیق کافی است تا جریان درگیری تغییر کند. با این حال هیچ پیروزی در میدان نبرد بدون هزینه به دست نمی آید و هیچ انفجاری بدون پیامد و بازتاب باقی نمی ماند.